الان که دیگه تو تهران پارسال محرم رفته بود مدار رفته بود رو سن درست کرده بود، این اونور سن دو تا پروژکتور گذاشته بودن، رقص نور داشت. این وقت با حسین این نورش کم شد. حسین همه عالم داشت میگفت حسین. یه جایی برای مدار صحبت گفتم خدا وکیلی برای بچه‌ها، گفتم خدا وکیلی تو بابات بمیره میگی بابا اینجوری میگی. حسین موزه چه سن انگار چیز ورزش مردم، آهنگ ورزش مردم. گفتم اینجا داشتم صحبت می‌کردم 15 سال پیش ترانه هم میخوندن محتوا داشت. من میخونم بقیه شما بخونید تو مکه عشق یا من بخونید. آفرین همینا. این همش مکه و منا و قبله و عشق پاک و لیلی و مجنون. و الان به ایرانسل یکی زنگ بزن رفتی و قلبم بی تو پر درده، گفتی اون داره درد بگیره. 15 سال پیش اون بوده الان این شده. 15 سال پیش مدعی میکردن مدینه شهر پیغمبر، مدعی اینا بود. الان بار مدعی بود شده توی حرم تو خودم رو بالاتر زد. وای مدعی بود من خوندم و باور کن سینه زنی میکردم باش. چی شده؟ مزاج آدما عوض شد. حتی تو گناه کردن به طرف الان بگی برو مثلا داریوش ابی و فلان میگم باره با چه